تو برای اینکه بخوای یه سود خوبی بکنی حداقل باید رو 10 تا اول یکی دو تا پوزیشن داشته باشی. پس این ویدیو رو از دست نده و تریگرایی که بهت میدم رو استفاده کن و پوزیشن هات رو باز بکن حتما. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیزم، خوش اومدید امروز به یک تحلیل دیگه. امیدوارم حال دلتون عالی باشه، جیباتون پرپول و از مارکت هم تونسته باشید خوب سود کرده باشید. خب امروز میخوایم با هم دیگه 10 تا اول رو چک بکنیم، ولی خب من یه تعداد بیشتر چک میکنم. یعنی از کوین مارکت کپ بخواید نگاه بکنید من از 1 تا 16 رو چک میکنم، یعنی تقریبا میشه 13 تای اول، چون 3 تا استیبل کوین هستش بین اینا و خب از اون ورم یکیش بیت کوین میشه که حالا چک نمی کنیم. در اصل میشه 12 تا کوین اول، 11 تا کوین اول. حالا اتریوم هم هر روز چک میکنه، ولی خب چون امروز چک نکردم گفتم شب براتون چک میکنم دیگه. بخاطر همون اون هم هستش. اگر اون نبود همون 10 تا اول میشد به قولی میگم به جوری. خب بریم سراغ اتریوم. پیربیت اتریوم رو بخوایم با هم دیگه نگاهی بکنیم، جای مهمی هستن یه سریاشون. مثلا مثل اتریوم شما شکست 37 32 رو که دیروز توی تحلیل بیت کوین بهتون گفتم، حتما سعی کنید یه پوزیشن داشته باشید. یا حالا اگرم میخواید زود هنگامتر به قولی باز کنید، با شکست همین ناحیه مقاومتی که اینجا درست کرده، یعنی با 36.94 میتونید پوزیشن رو بگیرید روی اتریوم. که حالا اگرم بخوایم بیایم نگاه بکنیم همینجا میشه، یعنی میشه 42.13 که سعی کنید پوزیشن داشته باشید روی اتریوم اینجا رو. بریم سراغ کوین بعدی یعنی XRP. من اول پیربیت ها رو چک میکنم که اوضاع پیربیت رو ببینیم چجوریه و بعدش میریم سراغ این که چی من کشیدم از قبل. آها، این اگه 10 تا کوین اول رو دیده باشید از قبل متوجه این میشید. خب XRP اوضاعش بد نیست، خوب هم نیست. همونجوری که الان تو تایم فریم بالا دیدیم، یعنی شما تو 4 ساعته و روزانه بیاید نگاه کنیم، ما داخل یه باکسی هستیم و خب تا وقتی هم از این باکس در نیاییم آزار اذیت خیلی داریم. و حالا مثلا من خودم XRP داشتم تو حرکت قبلی، ولی خب واقعا اذیت شدم. خیلی حرکت نمیکنه، حرکت هم میخواد بکنه بعدش اصلاحات خیلی عمیقی میده و به خاطر همین XRP رو خیلی توصیه نمی کنم. ولی خب اگر دوست داشته باشید میتونید بگیرید. گفتم شاید اینجا هم بتونم این خط روندی بکشم روش، ولی خب خیلی خط روند تمیزی نیست. از این بالا اگر بیاریم چی تعداد برخوردار رو میشه اینجا رو در نظر گرفت. میشه این خط روند رو در نظر بگیرید، یا این یکی خط روند هم میشه به قولی. این خط روند کمی بهتره، مثلا با شکست این خط روند میتونید بگیرید. ولی میگم حقیقتا خیلی دلم با XRP خوش نیست. و خب حالا مثلا تو خود چیزم که بیاین اینجا هم که بیاین تریگر ورودش برای مثال میشه 2.9789 میشه که میتونید اینجا باز بکنید. کوین بعدیمون BNB هستش که خب خیلی حرکت خیلی خوبی کردش و سود خیلی خوبی هم به همون رسونده همونجوری که میدونید. و پیربیتش هم اوضاعش خیلی خوبه، بد نیست. و خب اینجا ناحیه‌ای که اگر بشکنه واقعا میتونیم حرکت خیلی خوبی داشته باشیم روی BNB. و تریگر ورود هم اینجا رو حالا اگر فیک در نظر بگیریم، شما با شکست این ناحیه میتونید پوزیشنتون رو باز کنید، یعنی با 92.0 91.31
که اگر رو خودش هم بریم میشه این ناحیه که میشه 1 نقطه ببخشید 10.25 یا همون 1025 پوزیشن داشته باشید بد نیست. ماشاءالله سولانا هم که داره خوب میره الان. امیدوارم فقط تا ویدیو آپلود میشه شما تونسته باشید از اینا پوزیشن گرفته باشید. خب ناحیه بعدی که روی سولانا هستش 18.96.7 هستش که حالا اگر رو خودش هم بیایم شما با این ناحیه میتونید روی سولانا پوزیشنتون رو باز کنید، یعنی با 216 و نیم تقریبا حالا بگیم میتونید پوزیشن بگیرید روی سولانا که پوزیشن بعدی هم نیست. و کوین بعدیمون دوج هستش، دوج داگه نمیم حالا چه کوفتی هست، خیلی خوشم نمیاد ازش، خیلی خب 1 ساعتش که کندلاش خیلی بده. همونجوری که میبینید این هم تو یک باکسیه، مثلا با شکست این مقاومت رو پوزیشن داشته باشید، یعنی 246 رو پوزیشن سعی کنید داشته باشید و خب پوزیشن هم اگر بخواید باز کنید به نظرم با شکست این ناحیه میتونید پوزیشنتون رو بگیرید که 218 هستش که بد نیست پوزیشنش، ولی خب خوبم خیلی نیست چون حرکتش رو کرد و سودش رو هم دادش. حواستون بس باشه. و خب اگر هم بخوایم رو پیر تترش بگیم 24905 یا حالا 900 میتونید پوزیشنتون رو باز کنید. TRX رو ببینیم. TRX خب تو این چند وقت کلا حرکتش و بقیه مواردش خیلی فرق داشته با بقیه کوین ها و حرکتش و اینا خیلی فرق داره. خب مسلما الان نگاه کنیم مثلا 4 ساعته داره میریزه، از اون بقیه کوین دارن بلند میشن. ولی خب با شکست 309 میتونید پوزیشن بگیرید، ولی ریسکیه حقیقتا. خودم نمیگیرم TRX رو، اگر بخوام بگم بهتون خودم فعلا TRX نمیگیرم، که اگرم بخوام رو پیر تترش بگم میشه 3390 که میتونید پوزیشن بگیرید. ADA رو با هم نگاه بکنیم. ADA هم میتونید با شکست 8060 پوزیشن بگیرید، پوزیشن خوبی هم هستش و پیر تترش رو دیگه نگاه نکنم یارو، بریم نگاه کن. آره این تقریبا همونجا میشه دیگه. الان نگاه کن پیر تترش میشه 732، یعنی اینجا رو بدون پوزیشن رد نکن. خب چند تا کوین دیگه میمونه. هایپ میمونه. هایپ فکر کنم پیریویت نداره، تمیز نیست. هایپ یوسیتی اینم خیلی کوین خوبیه، خودش خیلی خوشم میاد، به من خوب سود رسونده. خب هایپ مثلا میتونی با 48.777 778 میتونی پوزیشن بگیری روی هایپ که پوزیشنش هم بد نیست، پوزیشن خوبیه. و کوین بعدیمون لینک هستش، لینک BTC. خب لینک خیلی باید حرکت بکنه، یعنی به نظرم اگه میخواید پیگیرش بشید بعد از این ناحیه بشه، یعنی اگر بخوام با ناحیه هم براتون مشخص بکنم بعد از شکست این ناحیه پیگیر لینک بشید خیلی بهتره، چون نگاه کنید خیلی ریختش رو، ریزشی هم که داشتیم واقعا خیلی شارپ ریخت. به نظرم پیر تترش رو نگاه نکنید بهتره. حالا پیر تترش هم اگه بخواید نگاه بکنید 22 تقریبا یا حالا همون 21.95 میتونید پوزیشن بگیرید روش. و لینک هم دیدیم. آواکس و XLM و سوی میمونه. خب آواکس هم خدایش خیلی سود خوبی به همون رسون.
پوزیشن ندارم خودم روش و دوست دارم پوزیشن باز بکنم باهاش. خب خیلی تمیز نیستش تریگری که میخوام بهتون بدم، ولی خب مثلا با شکست همین ناحیه که الان تقریبا نزدیکشه، یعنی با 2690 میتونید پوزیشن بگیرید روش. و حالا پیر تترش هم بخوام نگاه بکنم، خب من دیشب اینجا به بچه ها تریگر ورود دادم. اگر حالا با اینجا باز نکردی، میتونی دیگه نهایت با شدایی که اینجا زده میتونی پوزیشن رو بگیری. بعد این ویدیو هم خودم شاید برم باز بکنم، کمی ریسکیه ولی خب با یه ریسک کم شاید برم باز کنم این رو، چون آواکس رو میخوام تو واچ لیستم حتما داشته باشم. XLM هم خیلی اوضاعش خوب نیست، خیلی به درد بخور نیست. خب پیر بیت کوینش که ریزشیه و خب یه خط روندی هم تقریبا اگر بخوایم بگیم، خب اینجا داشته که شکونده. اگر حالا از اینجا بکشیم، با شکست این خط رونده میتونه بگیری، ولی خب خیلی XLM رو توصیه نمی کنم. به نظرم نگیرید بهتره. دوست داشتیدم میتونید. ورودش هم تقریبا اینجا میشه، یعنی 3804 میشه که میتونید بگیرید. و کوین آخرمون هم سویی هستش. سویی هم خیلی ریختش. سویی هم بخوام مثلا بهتون بگم، میتونید با 38 میگم 307 بگیرید، 307 یا 301 میتونید بگیرید. و خودش هم اگر بخوایم نگاه بکنیم، آره دیگه همینجا میشه دیگه، میشه 3.42 که میتونید پوزیشن بگیرید. خب اینم از اینها. ببینید اگر خودم حالا بخوام بگم جنبندی کنم و بخوام بگم که کدوم رو میگیرم، خب از تجربه‌ای که حالا هستش و مثلا تو حرکت قبلی که ما حرکت خوبی داشتیم و اینا، اگر بخوام مثلا طبق اون بهتون بگم، خودم اگر باشم آواکس، سولانا، BNB و هایپ و نهایت دیگه دوج و ADA و لینک رو باز میکنم. یعنی مثلا سراغ سوئی، XLM یا XRP یا مثلا ADA هم نمیرم، ولی خب حالا اونم مثلا جاش خیلی خوب بود، چون اینا طبق تجربه‌ای که هستش و قبلا دیدم و اینا، مثلا خب بعضی وقتا خوب حرکت میکنن ولی بعضی وقتا اصلاحات خیلی عمیقی میدن. مثلا آواکس 10% میریزه، یه بار میای میبینی که XRP مثلا 20% ریخته، صرفا چون که حالا شما کوین چهارم کوین مارکت کپ و فلان و اینا گولتون نزنه. حواستون به این نکات باشه، برید حتما نگاه بکنید پیرویت ها رو و بقیه موارد رو. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو همراه هم بود. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک کن، سابسکرایب کن، زنگوله بزن، داخل کامنت ها حتما برام بنویس و اینکه نظراتت هم حتما برام بنویس که چجوری بود. باز کرده بودی تو هفته های پیشی که براتون دسته اول رو گذاشته بودم، یا اگر خودتون باشید کجاها باز میکنید، مثلا کدوم کوین رو باز میکنید، نظراتتون رو خلاصه برام بنویسید که حتما خوشحال میشم بخونم. دمتون گرم. شما رو تا یک ویدیو دیگه خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یاد نگهدارتون.